دوستان عزیز سلام، به یک محاوره مهم دیگر خوش آمدین. در محاوره امروز دو نفر درباره آب و هوا و فصلها صحبت میکنند. صحبت درباره آب و هوا بسیار معمول است. اگر یک کس را میبینی یا زنگ میزنی برش، موضوع آب و هوا بسیار زیاد دربارش صحبت میشه و چیزهایی را که در این محاوره یاد میگیرین میتونین در موضوعات دیگر هم استفاده کنین. طبق معمول اول مکالمه یا محاوره را به انگلیسی و فارسی میشنوین، بعد از او براتون تشریح میکنم و در آخر تنها انگلیسیش میشنوین. خب بیاین اول انگلیسی و فارسیش بشنویم. Hey Sarah, how's the weather today? سلام. سارا، هوا امروز چطور است؟ It's cloudy, but not too cold. I think it might rain later. ابری است، اما زیاد سرد نیست. فکر میکنم بعداً باران ببارد. Oh really? I didn't bring my umbrella. واقعاً؟ من چتری خود را نیاوردم. You should take one next time. The forecast said it might rain all week. دفعه بعد باید ببری. پیشبینی هوا گفته که ممکن است تمام هفته باران بیاید. The weather changes so fast here. Yesterday was sunny. هوا اینجا خیلی زود تغییر میکند. دیروز آفتابی بود. I know. 1 minute it's sunny, the next it's raining cats and dogs. میدانم یک لحظه آفتاب است، لحظه بعد باران شدید میبارد. Raining cats and dogs. That means raining heavily, right? باران سگ و گربه یعنی باران شدید، درست است؟ Exactly. It's a funny idiom, isn't it? دقیقاً. اصطلاح خنده‌داری است، نه؟ Yeah. Do you like rainy days? بله. روزهای بارانی را دوست داری؟ Sometimes. I like staying home with tea and watching movies. بعضی وقتها دوست دارم در خانه بمانم، چای بنوشم و فیلم ببینم. That sounds nice. I prefer sunny weather. It makes me feel energetic. خوب به نظر می رسد. من هوای آفتابی را ترجیح می دهم. باعث می شود احساس انرژی کنم. What's your favorite season, Alex? فصل مورد علاقه‌ات کدام است، الکس؟ Definitely autumn. I love the cool breeze and colorful leaves. بدون شک خزان. نسیم سرد و برگ‌های رنگارنگ را دوست دارم. I love spring. Everything blooms and feels alive again. من بهار را دوست دارم. همه چیز شکوفه می کند و دوباره زنده می شود. Summer is nice too, but sometimes it's too hot here. تابستان هم خوب است، اما گاهی اینجا خیلی گرم می شود. True. Last July, it was over 100 degrees for days. درست گفتی. جولای گذشته چندین روز بالای 100 درجه بود. And winter is freezing. I hate scraping ice off my car. و زمستان یخبندان است. از پاک کردن یخ از موترم نفرت دارم. Me too. My hands freeze every time. من هم. هر بار دستهایم یخ می زنند. Do you ever watch the weather report on TV? آیا گزارش هوا را در تلویزیون نگاه می کنی؟ Not really. I just check my phone app. It's faster. نه واقعاً. فقط در تلفنم چک می کنم. سریعتر است. I wish the weather would stay nice all year. کاش هوا در تمام سال خوب می ماند. That would be perfect. But then we'd have nothing to talk about. عالی می شد. ولی آن وقت دیگر موضوعی برای صحبت نداشتیم. True. Talking about weather never gets old. خب دوستا، انگلیسی و فارسیش خوش شنیدین. حالا براتون هر جمله را تشریح میکنم، هر کلمه را براتون تشریح میکنم که چطور استفاده شده. در این محاوره الکس کی را میبینه؟ سارا را میبینه. میگه هی سارا، سلام سارا، یا هی سارا،
How is the weather today? هوا امروز چطور است؟ حتما برش زنگ زدن. هوا امروز چطور است؟ سارا برش چی میگه؟ سارا میگه It is cloudy. هوا ابرآلود است. But not too cold. اما بسیار سرد نیست. یا از اندازه زیاد سرد نیست. یا به حد سرد نیست. I think ما فکر میکنم It might rain later. ما فکر میکنم که شاید بعداً باران ببارد. might را ما شما خواندیم. استفاده بسیار زیاد داره. وقتی میگی شاید که او بیاید. He might come later. در اینجا It might rain later. شاید که بعداً باران ببارد. الکس برش چی میگه؟ Oh really? راستش؟ یا واقعاً؟ I didn't bring my umbrella. I didn't bring my umbrella. ما چتری خود را ناوردیم. سر برش چی میگه؟ You should take one next time. You should take one next time. در بار بعدی یا دفعه بعدی باید یک چتری را با خود ببری. اینجا one گفته. یکی را با خود ببری. هدف جزمو چتری است که در جمله قبلی ذکر شد. One. The forecast پیشبینی هوا said گفت که it might rain all week. گفت که شاید تمام هفته بباره. یعنی باران بباره. rain باران باریدن را میگه. الکس برش چی میگه؟ The weather changes so fast here. هوا در اینجا بسیار زود تغییر میکنه. Yesterday was sunny. دیروز هوا چی بود؟ آفتابی بود. sunny آفتابی. سر برش چی میگه؟ I know. میفهمم. 1 minute در یک دقیقه it is sunny. آفتابی است. The next دقیقه بعدی it is raining cats and dogs. یک اصطلاح بسیار معمول و بسیار خوبش. Raining cats and dogs. میگه یک لحظه آفتابیز لحظه دیگه ببینی که سگ و پشک میباره. وقتی در انگلیسی میگن سگ و پشک میباره یعنی بسیار باران شدید است. Raining cats and dogs یک اصطلاح است. وقتی باران بسیار شدید باشه چی میگه؟ It is raining cats and dogs. الکس برش چی میگه؟ Raining cats and dogs. یا نمی اصطلاح را برش ذکر کرد دوباره. باریدن سگ ها و پشک ها. That means مانای میگپی است که raining heavily که بسیار سنگین میباره. شدید میباره. Right? راست است؟ سرورش میگه exactly دقیقاً. It is a funny idiom. یک اصطلاح جالب است. یک اصطلاح خنداور است. Isn't it? نیست؟ الکس برش میگه بله. Do you like rainy days? آیا روزهای بارانی را خوش داری؟ rainy بارانی. سر چی میگه؟ Sometimes بعض وقت I like staying home with tea and watching movies. ما خوش دارم که بمانم در خانه. With tea با چای و تماشا کردن فیلم. Watching تماشا کردن را میگه. یعنی روزهایی که بارانی باشم من خوش دارم که در خانه بمانم. یک گلاس چای بخورم و یک فیلم ببینم. الکس برش چی میگه؟ That sounds nice. بسیار خوب به نظر میرسد. I prefer sunny weather. ما ترجیح میتم. I prefer ما ترجیح میتم. مثلا میگی I prefer tea over coffee. ما ترجیح میتم به چای نسبت به قهوه. یا مثلا میگی I prefer
not to say. من ترجیح میتم که نگویم. یا مثلا میگی I prefer not to go. من ترجیح میتم که نرم. I prefer sunny weather. من هوای آفتابی را خوش دارم. It makes me feel energetic. مرا پر انرژی می سازه. یا بر من تو احساس میده که پر انرژی هستم. سربرش چی میگه؟ What is your favorite season? فصل مورد علاقت کدام یکی است؟ کدام فصل را خوش داری بیشتر؟ favorite مورد علاقه، چیزی را که بیشتر خوش داشته باشی. season فصل. میگه الکس فصل مورد علاقت کدام یکی است؟ الکس برش میگه definitely autumn. بدون شک autumn یا خزان. definitely بدون شک. حتما دقیقا. I love the cool breeze. ما دوست دارم breeze نسیم سرد را. cool چی مانا میده؟ cool سرد، یعنی بسیار سرد نباشه. نسیم سرد، نسیم شمال که کم باشه او را نسیم میگه. من میگه نسیم سرد را خوش دارم. cool از cold کده یک کمی که سردیش کم باشه. ما cold داریم. cold سرد را هم میگه. اما cool یک کمی که سردیش کم باشه و قدر زیاد سرد نباشه او را چی میگه؟ cool میگه. and colorful leaves. من میگه دوست دارم نسیم سرد را و برگ های رنگارنگ را. colorful رنگارنگ مانا میده. چیزهایی که رنگ های بسیار داشته باشه. مثلا در خزان برگ ها رنگایش تغییر میکنه. سرا چی میگه؟ I love spring. من بهار را دوست دارم. Everything blooms and feels alive again. هر چیزی میگه شگوفه میکند. bloom وقتی که شگوفه میکنه یا شگوفا میشه. and و feels احساس میشه که همه چیز دوباره زنده است. الکس چی میگه؟ Summer is nice too. تابستان همچنان خوب است مگر sometimes بعض وقت it is too hot here. بعض وقت در اینجا بسیار گرم است یا گرمی است. سربرش چی میگه؟ True. راست است گپت. درست گفتی. Last July. ماه جولای گذشته it was over 100 degrees for days. جولای گذشته بیشتر از 100 درجه بود. For days برای چندین روز. For days باز یک اصطلاح خوبش است. For days برای چندین روز. مثلا میگی برای چندین روز من انتظار کشیدم. I waited for days but they didn't call me. مگر آنها برام زنگ نزدن. الکس چی میگه؟ And winter is freezing. و زمستان میگه یخبندان است. freeze وقتی که یخ میشه، آب به یخ تبدیل میشه. ایره freeze میگه. The winter is freezing. زمستان یخبندان است. I hate scraping ice off my car. I hate میگه من بدم میایه. من نفرت دارم. از چی؟ scrape تراشیدن را میگه. وقتی شیشه موترت یخ میگیره، یک چیز را میگیری میتراشی. ایره چی میگه؟ scrape. یا هر چیز دیگره که باشه که میتراشی. میگه من نفرت دارم از تراشیدن آیس، یخ. از چی؟ از موترم. سربرش چی میگه؟ Me too. من همچنان. My hands freeze every time. هر بار دستای من یخ میزنه. الکس چی میگه؟ Do you ever watch the weather report on TV? آیا هرگز راپور هوا را یا راپور آب و هوا را در تلویزیون میبینی؟ سرچی میگه not really. واقعتش نه. I just check my phone app. من فقط امو اپلیکیشن تلفون مرا چک میکنم. حتما
اپلیکیشن آب و هوا را داره در تلفن خود، میگه I just check my phone app. فقط امو اپ فون یا تلفن خود را چک میکنم. It is faster. تیزتر است که او را چک کنم به جای از که بشینی و تلویزیون را ببینی. الکس چی میگه؟ I wish the weather would stay nice all year. ای کاش. یک اصطلاح بسیار خوبش است. میتونین جملات بسیار زیاد را با ای بسازین. I wish. چی مانا؟ ای کاش. The weather would stay nice all year. ای کاش هوا همیشه یا تمام سال خوب میماند. سر چی میگه؟ لفظ خنده میکنه. That would be perfect. عالی خواد بود. عالی میشد اگر می کار میشد که هوا تمام سال خوبش می بود. But مگر then we would have nothing to talk about. اگر همون تو می بود که هوا همیشه خوب می بود پس برای گپ زدن چیزی نمی داشتیم. یعنی که درباره هوا گپ نمی زدیم. الکس چی میگه؟ خنده میکنه. True. راست میگی. Talking about weather never gets old. یک اصطلاح بسیار خوبش است. Talking about weather. صحبت درباره آب و هوا. یک جمله ساده است یا بخشی از جمله است. اما اصطلاحی که هست اینجاست. Never gets old. وقتی یک چیزی never gets old میگی هرگز میگه کهنه نمیشه. معنیش این است که هرگز خسته کن نمیشه. مثلا یک فکاهی است یا یک مذاق است. همیشه مو فکاهی را میگی، همیشه مردم خنده میکنه. هیچ وقت خسته کن نمیشه. چی میگی؟ This joke never gets old. بعضی چیزها زود کنه میشن یا نمو اصلیت خود از دست میتا کیفیت خود و امو حالت را دوباره به میان نمیاره. مثلا یک فکاهی است یک بار میگیشه، بار دوم که میگه هیچ کس خنده نمیکنه و کنه شد فکاهی. اما یگان فکاهی است که هر باری که میگی کنه نمیشه زود یا هر موضوعی که باشه. اینجا چی میگه؟ Talking about weather never gets old. صحبت کردن درباره آب و هوا هیچ وقت میگه خسته کن و کنه نمیشه. و راست هم است. هر کسی را که ببینی هر باری که صحبت میکنی درباره آب و هوا یک چیز میگن. هوا چطور است؟ خودستا ای بود محاوره صحبت درباره آب و هوا و فصلها. چیزهایی را که داری یاد گرفتین میتونین در موضوعات دیگر هم استفاده کنین. حالا مکالمه را بدون صدای فارسیش بشنوین. Hey Sarah, how's the weather today? It's cloudy, but not too cold. I think it might rain later. Oh, really? I didn't bring my umbrella. You should take one next time. The forecast said it might rain all week. The weather changes so fast here. Yesterday was sunny. I know. 1 minute it's sunny, the next it's raining cats and dogs. Raining cats and dogs. That means raining heavily, right? Exactly. It's a funny idiom, isn't it? Yeah. Do you like rainy days? Sometimes. I like staying home with tea and watching movies. That sounds nice. I prefer sunny weather. It makes me feel energetic. What's your favorite season, Alex? Definitely autumn. I love the cool breeze and colorful leaves. I love spring. Everything blooms and feels alive again. Summer is nice too, but sometimes it's too hot here. True. Last July, it was over 100 degrees for days. And winter is freezing. I hate scraping ice off my car. Me too. My hands freeze every time. Do you ever watch the weather report on TV? Not really. I just check my phone app. It's faster. I wish the weather would stay nice all year.
That would be perfect. But then we'd have nothing to talk about. True. Talking about weather never gets old.